اندیشکده بروکینگز گفته به 3 دلیل بحث مذاکره با ایران باید مطرح بشه. دلیل اول خرید وقته. یعنی چه خرید وقت؟ تو مجلس الان بحث اینه که از NPT خارج بشه. چی میگن عده‌ای در کشور؟ بذار مثلا این جلسه آخر ما بریم، بعد اگه خواستید خارج بشید از NPT. به نظر بنده در دکترین هسته کشور باید بازبینی بشه. کشور ببینه با سلاح‌های متعارف میتونه در مقابل این نسل کشا، کودک کشا از 90 میلیون نفر حفاظت بشه. دلیل دوم برای مذاکره ایجاد اختلاف در ایران بود. یه عده‌ای بگن مذاکره خوبه، یه عده‌ای بگن بده، یه درگیری درباره بین حاکمیت‌ها نه عموم مردم رو بکنه. مورد سومم شناسایی عمیق‌تر تأسیسات هسته‌ای و یک برآورد اطلاعاتی پیدا کردن در رابطه با وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران. که اگر شما مذاکره کنید، یکی از بندهایی که اون طرف باید بگیره این هستش که جاسوس‌هایی با تابلوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان داخل کشور ببینن کجاها هدف قرار گرفته شده، کجا هدف قرار گرفته نشده، که چیکار کنن با این اطلاعات، که دوباره به ایران حمله بکنن. اینو گروسی در مصاحبه با فاکس برعکس گفت، تهدید کرد ایرانو. گفت اگه نماینده آژانس راه ندن حمله میشه به ایران. خب زمانی حمله شد به ایران که بازرسای آژانس ایران بودن. اصلا همون سایتایی که هر روز بازرسای آژانس نظارت میکردن، بازرسی میکردن، همون سایت‌ها رو زدن. از دهه 80 همه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه سایتی هستش در ایالت نیومکسیکوی آمریکا. جزو اون دوره‌ای که اینا باید بگذرونن که بعد مجوز گواهی بازرس آژانس بودن رو بگیرن، گذراندن اون دوره هستش و همونجا هستن که غالبا اینا جذب سازمان CIA نهادهای جاسوسی غربی میشن. چرا برجام برای کشور مشکل ایجاد کرد؟ دست خودتون رو خودتون بستید برای رسیدن به یک توهمی که در دسترس نبود. کشور رو معطل کردید در حوزه‌های مختلف، من جمله در حوزه هسته. شما فکر کنم تو همین اتاق با فریدون عباسی مصاحبه داشتید. اون ضربه‌ای که این افراد خوردن، این 8 سالی که کشور معطل برجام شد، اون برمیگرده 8 سال عمر کشور برمیگرده. اون اورانیومی که از کشور خارج شد اون برمیگرده. بتونی که توی عراق ریختن 30 سال توی سایت عراق کار شد به اونجا رسید. اون سالهایی که دانشمندان هسته‌ای ما مگس می‌کنن این برمیگرده.